ها چطور هستین؟ خوبین بچه ها؟ خب مادیم ماد گاد وحشتناک، گادی که ما رو با میکشه دیگه، بدنمون درد. خب ببین خیلی ترسه که این ماد، ببین دومی رتبه ترسناکترین ماده. خب در است اگر ترسناکه لطفا بکداری نبینن. کسی بغلتون هست و بفرستین برید. اگر زیر 7 ساله بفرستین بره، نه زیر 8 ساله بفرستین بره، خیلی بده. ببین این مود اصلا کلا مناسب خودم نیست، اما در اصل من چیزم. چرا الان باید کرافتینگ تیبل بسازم؟ ها چرا کرافتینگ تیبل تو کرافتینگ تیبل مگه دار؟ وایسا ببینم. یه چیز واقعا وای داره خدا میاد. مگه داریم همین الان باید بیاد، حتما حتما باید الان بیاد. خدا وای یا حسین وای خدا من عاشقتم. خدا من فقط یه خوک کشتم. خدا ببین خدا من غلط کردم. خدا باشه خدا باشه خدا غلط کردم. خدا این خدا ها خدا چیکار کرد؟ خدا منو چیکار کرد؟ خدا من غلط کردم. خدا نمیتونم بودم. خدا من خدا من غلط کردم. خدا به خدا من غلط کردم. واسه ببینم چه اتفاقی داره میفته. خدا من فقط یه خوک کشتم همین. واسه ببینم واسه کریتیف کنم. خدا باید تو آروم باشی. تخم خداست. من تو معده‌شم. بایستا خودم بکشم. خدا من غلط کردم. خدا یه لحظه وایسین بچه. خب خیلی منطقیه بچه. این مود خداست. اینی که میبینی دارم توش کلیک میکنم، این مود خداست. اینم که سریشو شروع کردم، اینم باید بریم سریشو با این. درسته این مجازات ها. خب اینم یه مجازات حساب میشه، چون به خاطر اینکه ویدیوی چیزو نذاشتم اندلی از دانو. امروز باید حتما بذارم. هیچ وقت دیگه هم نمیخوام مجازات بشم. بس ببینم مود خدا، ببینم چی میشه اگه کریتیو باشم. بچه الان با مود خدا این بس ببینم. وایس خدا رو بیارم. یو حسین چقدر ترسناک و بزرگی.
بابا دارم خودم هم میترسم. داداش این دیگه چیه؟ پشمام چقدر بزرگه خدا. از اون چیزی هم که فکر میکردم بزرگتره. چقدر ترسا که مرمور شدم. خب خداحافظ داداش. اصلا اینجوری که تخمشه اصلا خیلی گوگولیه. اگه او اسپانیش میکنی گولاخه. خب بچه تا یه ویدیو دیگه، بای بای.